سلام، عرض ادب. اسم من مراد چنل تونسپیس همراهتون هستم. این ویدیو که متفاوته، لطفاً گوش بدین و اهمیت بدین به ویدیو که واسهتون مشکل ایجاد نشه. خب، موضوع از چه قراره؟ وقتی که آپدیت وان یو آی 7 عرضه شد برای گوشی‌های پرچم 24 اولترا و 25 اولترا، بعد از اینکه موبایل آپدیت شده بود، همین اتفاقی افتاد. روش گرین لاین من که بک‌گراند داشت، ولی خب روش خط سبز به اصطلاح افتاده بود و رسانه‌های خیلی بزرگی مثل سامسونگ کامیونیتی و سمیفن و جی اس ام اینا راجع به این کلی مقاله نوشتن و این مشکل اصلیش هم به خاطر آپدیت نرم افزاری وان یو آی 7 ممکنه شما توی غیر پرچمدارها و توی میان رده ها همین مشکل رو تجربه کنید. اما خب ما چجوری میتونیم جلوی این مشکل رو بگیریم؟ اول اینکه ببینید که این مشکل چرا ایجاد میشه، دلیل وجودیش چیه. دو تا موضوع مطرحه این وسط. یه سری مقالات میگن دیوایس دستگاه اوورهیت شده، یعنی بیش از حد گرمادیده گرم شده. یه سری مقالات میگن بخاطر باگ نرم افزاری مسبب این اوورهیته و گوشی بیش از حد گرم میشه و آسیب میبینه. خب حالا ما چه کار کنیم؟ من اول چیزی که انگار سایت های معتبر اعلام کردن بیان میکنم و بعد راه حل خودم میگم و توصیه میکنم که تا آخر ویدیو گوش کنید. بحثی که هستش، سایت های معتبر گفتن که شما از موبایلتون یه بکاپ بگیرید، موبایلتون ریست فکتوری کنید، آپدیت نکنید، ریست فکتوری کنید موبایلتون رو، بعد آپدیت رو دانلود کنید و نصب کنید، بعد بکاپتون رو ریستور کنید. یعنی ما دو مرحله داریم اضافه میدیم. خب و درسته که ریسک ما رو خیلی کم میکنه، احتمال ایجاد مشکل رو خیلی کاهش میده، ولی خب بگم واقعا باشیم منطقی نیست. خب من چی توصیه میکنم؟ من با اینکه خودم یه دونه S24 اولترا، S23 یا S24 FE و A55 آپدیت کردم، متوجه شدم که میشه آره میشه مشکل نخورده. ترجمه احتمال بروز مشکل هم خیلی کمه، ولی ممکن اتفاق بیفته واسط، مثلا روی سری های اولترا. چرا که توصیه میکنم؟ خیلی راحت. موبایلتون بزنید به شارژ، 100% که شد موبایل از شارژ بکشید، بذارید موبایل خنک بشه. گارد موبایل رو دریارید، بذارید آپدیت رو دانلود کنه، مطمئن شید موبایل خنکه، هیچ پردازش دیگه نداره، به شارژ وصل، شارژ داره موبایل اما به شارژ وصل نیست، موبایل خنکه، گاردش در اومده است و آپدیت کنید. من حداقل به مشکل نخوردم و به شما توصیه میکنم از روش من پیروی کنید. اما اگر حساسین، روش‌های اعلامی دیگه هم روش‌های مناسبیه، اما حقیقتا در سرش نمیارزه. امیدوارم که هیچ کی مشکل نخوره سر این آپدیت و من توی کامنت ها اگه موضوعی باشه راهنمایی در خدمتتون هستم، میتونم راهنماییتون کنم و موفق باشید.